این چه درد و این چه صدا اینجاست. درد همه را دوا اینجاست. بینیم همه یاران او تماشای ما و گویم نظری خدا اینجاست. سلام و درود عزیزان دل و دیده. خدا کند که در خاندان شما آرامی، فیض و برکه و زندگی خوب، چون شکرگزار باشید که این حال تماشا دارید و عائله مکمل دارید. شکر از آن کنید و خودی حاضر گوید خدا را شکر از هر چی که دارم، چون نمیدانید که نزد ما چقدر نامه های هست که در زندگی نقص دارن، زندگیشان جور نیست، آنقدر ناراض هستند و حتی پیشش میخواهد که عالم را ترک کند. از این سبب شکر گزار باشید. زندگی آسان نیست. اگر زندگی آسان می بود ای مردم چی کارها نمی کرد. الهی بنده گم کرده راهیم، ترحم کن بر این حالی که داریم. گرفتاریم به دام نفس غدار، سراسر غرق این دنیای مردار. خلاص به همه شما سلامتی خواهان هستیم. میدونید یک پرچه شیری بود، 4 مصرع است. 4 مصرعی که میگود شب پیش خدا بگریستم زار، شب نزد خدا بگریستم زار. مسلمانان چرا خورند و زارند؟ ندا آمد، ندا آمد. نمیدانی که این قوم دل دارند محبوب ندارند، دل دارند و محبوب ندارند. اکثر کارها برای ما در زندگی آنقدر ساده شده است که حتی تصورش نمی کنیم. همین واقعه امروزه رو به شما نقل کنم. طرب خانه یک دوستمون رفتیم، نشستیم، خیلی دعوت کرد، رفتیم نشستیم. اکنون نگاه کنید، طرب خانه رستوران، در رستورانش رقصه ها می رقصند. چگونه گویم خودتان تصور کنید، هر گونهش هست. در رستوران رقصه ها می رقصند، یک لباس هایی که تصور نمی کنید. شراب هست، نوشاکی سپیرتی. اونجا که این آن شد غیبت هست، همه کار هست. خوراک آورد، نشستیم و گفتیمش که مبادا این گوشتت حلال است، گوشت خوک نباشد. استغفر الله، همه چیزی ما حلال است. در یک لحظه ویش بیدار شد. خاطر یک بعد تبسم کردیم و گفت چرا میخندی؟ گفتم بسیاری از چیزها ما میکنیم خبردارش نیستیم، اما اگر با خبرش باشیم شاید نکنیم، شاید، اما بی خبرش هستیم. چون گفتیم رقاصه دارد، شراب میگید مادر گناه ها است که وقتی شراب نوشیدی تمامی گناه دست میزنی. این است و دیگر تمامی چیزهایی که به حد بلند است، اما به خاطر یک گوشت خوکی که هیچی نیست. میگد که بیدار شد. در برنامه گذشتم گفته بودیم در اطراف اکثر ما آنگونه خوابمان برده است. یک پرچه وی از میگد اگر انسانی که
خواب باشد وی را بیدار کردن آسان است. اگر انسانی که خودش را به خواب زده باشد، دانید که دیگر وی را بیدار کردن دشوار است. همین خیزد. همین لحظه هم باشد، یک نقطه هم باشد، اگر بیدار شوند بسیار خوشحال می شدیم. بسیار. یعنی که در بین ما جوانان جوان هستیم، با همه کوچه و گذشتیم. در بین ما همین دختر بازی، عروس بازی، اوین بازی و هر طوری که میگوید هیچ چی شدگی است. باور میکنی هیچ چیز همون کار میشود هیچ. یا که خیلی مرکه همون نیست که با همون نوشابه های سپیرتی نگذارد. خیلی هستن. اما همون جوان است. همون جوان است. اگر پرسیش در همین بابت یا کمی عادی کردن گوشتی خوک گویم میگید مسلمانیش بیدار میشود. یک لطیفه هست، اما این لطیفه نیست. این در حقیقت شده است. اکثر چیز میشود بعد لطیفه. بعد یک نفر میگیرد خیلی همین طور است که فقط برای سلامتی میبردارن. سلامتی شما، سلامتی شما. بعد خیلی زکوسکه میگن، زکوسکه میبرن که بسه. بعد پیش از برداشتن بعد میپرسد که گوشتی خوک نیست که حلال است میپرسد. یعنی منظور ما، مقصد ما تنه یا که پس زدن و دیگر چیز نیست. یعنی در بعضن چیزها ما خیلی خواب هستیم، اما در چیزی کوچک بیدار میشویم. چون غیبت میکنیم، تمومی کار را میکنیم، اما یک میده گوشتی وی مادیان زود بیدار میشویم و میگیم که چیزها در ما زیاد است. اگر نامبر کنیم که ما یاد و خیالش نیستیم، در یاد و فکر و خیالش نیستیم، چون نمیدونیم، چون خواب هستیم. خوابیده را میتوان بیدار کرد، اما نفری که به خواب زد نه. چون همین شاید به فکر ما نه همه راضی شود. بله، این تنها یک فکر ما است. میتوانید قبول کنید، یعنی خوبش رو به خود قبول کنید و ناخوبش رو میتوانید پس سر کنید. چیزهای عادی در ما زیاد شده ایستاده است که ما تصوراتش نداریم. گویا که نگاه کنید، اینجا 10 آدم دیگر برای نجات کمک طلب ایستاده است، اما ما رفته یک پیشک رو کمک کرده ایستاده. مایل 20 آدم دیگر وفات کرد، اما پیشک رو. تنها یک مثال عادی بود. فهمید که چی گفته ایستاده. چیزی بزرگ رو همش رو تعمیر کنیم، یک چیزی عادی رو بیدار میشویم. میگه بولا از وی گربچه رو باید کمک کنیم، نجات دهیم. میگه 20 کسی دیگر اینجا هست، انسان ها رو نجات ده. از کارهای زشت کوشش کنید که خود را دور سازید و حتی ببینید که همین خودی سیگار هم در اون نوشته می شود که هر کس که سیگار کشید به مرگ میبرد. در خودش نوشته است، اما اعتبارش نمیدیم. یعنی بسیاری چیزها از دلسوزی میگوییم. بعضا دوستانمان را آشکارا گفته نمیتوانیم، چون سخت شال میرسد، ملال شال میکند و نه همه وقت گفته میتونیم. اما میدونیم که تماشا میکنن. شاید میگیم که یک ذره هم باشد این سخنها تاثیر خود را میرسانند، چون هر کجایی که انسان هایی که کار زشت میکنن کارشون آمد ندارد. کارشون آمد ندارد. هر انسان هایی که کار زشت میکنن، زشت که شد همش در نظر بگیرید. میدونم ما نیز سراسر پر از گناه هستیم. شاید دعای ما مستجاب نباشد، اما هر نفری که تماشا میکند که به دلش یک لحظه هم آمین میگوید به تمنیات ما که شریک میشود، شاید دعای او در نزد تو قدر داشته باشد. از این سبب ما را از بندگان گردان که از کارهای زشت تو
دور باشیم. خدایا هرچی به فایده ما هست بده و هرچی بر ضرر است دورش بگردان. پروردگارا بعداً امتحان ها را گذشته نمی توانیم. امتحان های سخت هستند. ایمانمان ضعیفی میکند. از این امتحان ها خودت ما را کمک بکن. پروردگارا از بلا و آفت ها، از شر ابلیس، از تهمت، از شرمندگی، از تمام کارهای زشت، زنا، مینوشی، دروغگویی، دزدی، هر کاری که من کرده ای ما را کمک بکن. در دل ما یک ذره هم باشد بیدار گردان تا که جامعه را سالم گردانیم. پروردگارا این بیماری که هست که به سبب این چندین معرکه ها نشد، چندین درها محکم شد، که خدایا این بلا را، این بیماری را از سر ما دور گردان تا که تمام جا درهای جهان کشاده شوند و هر مردم پس کار خود بشود. درهای عبادت خانه باز شوند تا مردم روند عبادت کنند، تا همه کار بروند آزادانه به همان نقاب چون پیشتره. پروردگارا مردم دامنگیری هر کس و هر چی هستند، اما علم کوچکی که داریم میدانیم هیچ برگ به اجازت تو نمی افتد. پروردگار همش امتحان تو است، همش. از این سبب بسیار هستند که حتی در بعضن چیزها ما را هم سخت میگویند، دشنام ها میدین چیچه ها یا دامنگیری هر کس. برادرها همش امتحان پروردگار است. خدا میخواهد. ای دل چی کنم؟ خدا چنین میخواهد. دیروز در راه بودم روان، زنگ تلفنی شد. گوشه را برداشتم. یک نفر سلام داد، گفت دلاور شما هستی؟ گفتم بله دلاور هستم. بر شما یک امانت دارم. گفتم باشد. گمان کردم که یگان چی است، یگان کسی یگو چیزی روان کرده است، یگو توفه است یا من نمیدونم هر چی که است. گفتم باشد. گفت به شما سخن دارم. گفتم مرحمت. گفت دیشب خواب دیدم پیامبر من را و در همون جا شما هم هستید. دیگر نورانی ها هم این طرف و آن طرف. پیامبر من گفتن که دست نشان دادن، گفتن به همین رسان که من این را دوست می‌دارم. همین سخن را گفت. دیگر هوا سرد بود، هوا خنک بود. نمیدونم بدنم پر از یک مرغک دمید و عرق از دیده هایم برآمد. خود از خود اشک جاری می شد که یک ناگهانی بود، چون به تمام وجود قبولش کردم. گفت پیامبرمان گفتن که به همین رسان که من این را دوست می دارم. پس آن گوشه را گذاشت. یک لحظه فکر کردم. گفتم من که سر و پا پر از گناه هستم. هیچ یاد ندارم که چی ها نشده بود. چرا این طور شد؟ چرا این جوان خواب دید؟ سببش چی باشد؟ از خرسندی راستی دیگر
جایم را نمیافتم. چون این جوان گفت که من با یک نفر مراجعت کردم، این علما گفت که این امانت است رسان، من شما را نمیشناسم. گفت من شما را نمیشناسم، اما میدونم که در همین اینترنت ها کم کم گپ میزنید. همین طریق جستجو کردم، شما را پیدا کردم. فکر کردم، گفتم شاید همین 2 هفته 3 هفته پیشه که برنامه هایی که کرده بودیم در قد کوچه ها و در پرسش ها شاید یک ذره هم باشد و کرد، نمیدونم. اما این آرزوی هر یک انسان است، هر انسان است، و خصوصا من هم که کسی در خواب پیامبر را ببیند میگویند به صورت اصلی میدیده است، به دیگر صورت نه، به صورت اصلی. قصه یادم آمد، عالم نزد صحابه آمد. عالم صحابه نفری که پیامبر را دیده است، بعد از سر پیامبر من آمد از صحابه پرسش کرد که هر شب کوشش میکنم، دعا میکنم، طلب میکنم که بار پیامبر را در خواب ببینم، اما نمیشود، نمیتوانم. چیکار کنم؟ از تو مصلحت میخواهم. این مرد صحابه میگه به خاطر این تو باید یک روز مهمانی من بشوی. پس فردایش دعوت میکند. صحابه همسرش را میگوید که خوراک شور، پس خوراک شور، خوراک را آماده میکنن، شور نزدش میگذارن، میگه امشب مهمانی ما میشوی، مهمانی ما. این عالم راضی میشود، خوراک را میخورد، اما در دسترخوان آب نمیگذارن. و همین که خوراک را خورده میشود، چون خوراک شور بود، یکی از درس استادان همین است که هر کجایی که می نشینید خوراک چه شور است، چه هر طوری که باشد شما بیان نکنید تا که اونها رو خجالت نکنه. شور است، عموما گواز ما بسیار است که میخوریم ای خوراکتان شور بوده است، این بوده است، فلان بوده است، دلشون زیخ میشود. نگوید، صبر میکند، خاموش میستد. بگه مرحمت اتاق خواب شما است، رفته استراحت کنید. این عالم میگوید که بخشش اگر اجازت باشد پیش از خواب یک کاسه هگس یگان چیز از کمی آب می آوردید. صحابه میگه خوب، فوراً یک کار مهمی دارم، آن را سرجم میکنم و حتما میارم، شما در آمده استراحت کنید. در آمده خواب میکند، صحابه خواب میکند. این مرد انتظار میشود، عالم انتظار میشود، اما خوابش میبرد. صبح وقت عبادت بامداد بیدار میکند. مهمان را میگد مهمان خیزید، وقتی نماز شد. میخیزد، نماز را میخواند. بعد میپرسد که مهمان امشب چی خواب دیدید؟ مهمان میگوید که فقط چشمه ها، دریاهای صاف که با 2 دستم آب تازه شفاف می نوشم. تا سحر خواب دیدم که فقط آب می نوشیدم. پس گفت شما به سوال خود جواب گرفتید، خدا نگهبان شما. گفت همه چیز از یاد است، همه چیز با یادش باش، حتما خواب میبینی. با یاد از صدق باش، باور داشت، حتما. صلوات را فراموش نکنید. بخیر،
خدا نگهبان شما. اگر رفت و خطاگی از جانب ما چی از سخن شده باشد معذرت میخواهم، چون ما قدر علم دینی و این قدر علم وحی نداریم. همین یک گویندگی که پروردگار برای ما داده است. کوشش میکنیم در خدمت مردم باشیم، کوشش میکنیم در خدمت جامعه باشیم تا از این صدها هزارها مردمی که تماشا میکنن یک نفر هم اصلاح بشود، یک نفر هم به خود چیز بگیرد، برای ما همه بس است. دیگر از دل نیت ما پروردگار با خبر است. عرق ما نیست، فراموش نکنید دعا را. از این سبب تصمیم گرفتیم که یک برنامه آماده کنیم و همون ثبت بشود. عادی یک فیلم حجتی میکنیم درباره پیامبرمان با زبان تاجیکی، فارسی ساده کرده پیشکش شما میگردونیم. البته هر کار از نیت وابسته است. همین نیت را نزد خود تصمیم گذاشتیم که چیزهای عادی است. زندگی نامه پیامبر را یک فیلم حجتی میکنیم طول 1 ساعت و پیشکش شما میگردونیم. هر موادی که از سروسیمه نمیشویم، چون این کاری سروسیمه نیست. هر موادی که هست، موادهای خوبی که در زندگی برای شما دسترس هست، دست شما را میگیرد، پیشکش میکنیم. یکی درباره بینید تمامی بزرگان گپ زدیم، اما درباره پیامبرمان کی هستند یک برنامه کوتاهک مختصر تقدیمتون می‌کردم. باقی خدا نگهبان شما تا صحبت‌های آینده.